سلام، روزتون بخیر. امروز میخوایم این کالاماریا رو با هم دیگه تمیز کنیم. اول از همه پوست روشون رو باید بگیریم. این پوستای قهوه‌ای که روشونه اگه بکشیم به راحتی جدا میشه. به این صورت کلشو در میاریم. تو مرحله بعد یه تیغه این پشته وقتی از اینجا بکشینش با اون تیغه جدا میشه، تیغه در میاد و محتویات داخلش هم خارج میشه. یه تیغه اینجاست شیشه‌ای رنگه، اون باید جدا بشه مثل استخونه ماهی شکلی. تو مرحله بعدی از این انتهای چشماش میبریم که آشغالش میندازیم دور. بعد پاشو بر میگردونین، تهش فشار میدین، توش هرچی هست اینم خالی میکنین که وسطش اینجوری باز میشه. پوستای روی پاهاش هم مثل تنش جدا میکنیم. اینم مرحله پایانی بود. حالا یه کالاماری تمیز داریم، میتونیم نوش جان کنیم.